با عرض سلام، اینک با برنامه 10 تا از چیزهای ناشناخته شده و مرموزی که در آسمان دیده شده است در خدمت شما قرار دارم. امیدوارم از تماشای آن لذت ببرید. شکل مارپیچ. دسامبر سال 2009 باشندگان یک شهر در کشور نروژ یک شکل مارپیچی را در آسمان شهرشان دریافتند. این شکل نوری به صورت یک حلقه فضای یک قریه را در آن شهر پوشانیده بود که بلافاصله مردم با گذاشتن ویدیوها و تصاویر آن روی اینترنت خبر این مارپیچ را جهانی ساختند. این خبر که در آن زمان اینترنت را تسخیر کرده بود و تا ماه‌ها بعد پیرامون آن مردم جر و بحث می‌کردند، سرانجام روسیه تایید کرد که در همان شب یک راکت زیردریایی را آزمایش کرده که آزمایش آن به شکست نواجه شده بود و احتمالاً آن شکل مارپیچ نتیجه همان آزمایش بوده است. شکل دست در آسمان. در همین سال یعنی در سال 2009 شخص این تصویر که نشان دهنده دو دست به شکل دعا در آسمان است را روی اینترنت گذاشت و ادعا کرد که این شکل را خودش با چشمانش دیده و از آن عکس برداشته است. هرچند بسیاری آن را جعلی و ساختگی دانستند، اما در یک آزمایشگاه معتبر ثابت شد که این عکس واقعی است، ولی تا هنوز کسی قادر به شناخت آن نشده است. بعضی ها آن را یکی از علائم قیامت می دانستند. ابر قرمز. در سال 2014 مردم یک قریه در کشور برزیل پس از آن که یک صدای مهیبی را از سوی آسمان شنیدند، به دنبال آن این ابر با رنگ قرمز را در آسمان قریه خود دیدند. در همین حال آنها متوجه شدند که تمام ابرهای آسمان سرخ نه، بلکه یک قسمت آن به رنگ سفید نیز می باشد و بعد از چند دقیقه این ابرهای سرخ به رنگ بنفش تغییر رنگ دادند که تا هنوز علت ظهور آن ابرها نیز کشف نشده است. نور هستالن. از سال 1940 بدین سو نورهای در شهر هستالن کشور نروژ دیده می شود. این نورها در سالهای 1981 تا 1984 15 تا 20 بار در هر هفته دیده می شدند که سبب کشانیدن گردشگران زیادی در آنجا شده بود. گردشگران تا نیمه های شب در آن منطقه منتظر ظهور این نورها در آسمان می ماندند، ولی حالا این نورها تنها 20 تا 25 بار در سال در آنجا ظاهر می شود. نورهای هستالن به رنگهای سفید، زرد، بنفش و گاهی هم مخلوطی از این رنگها ظاهر می شوند که تا هنوز علت ظهور این نورها را کسی نمی داند. شهر متحرک. در سال 2015 تصاویری از یک شهر متحرک در کشور چین منتشر شد. این تصاویر نشان دهنده آن بود که شهر با ساختمان‌های بلند بالای یک منطقه از چین در آسمان شناور می باشد. این شهر که پس از 4 دقیقه ناپدید شده بود، اما تصاویر آن خبرساز شد. دانشمندان آن را توهم یا بیم مردم آن منطقه می دانند، اما بعضی ها آن را شعاع از سامانه ناسا می دانند، ولی تا هنوز چیستی و چگونگی ظهور 4 دقیقه‌ای آن شهر شناور در آسمان چین تعریف و تشخیص نشده است. مثلث ناشناخته شده. در ماه جون 2015 یک مرد برازیلی یک شکل مثلثی عجیبی را در آسمان دید. او دوربین خود را برداشته و تا آخرین حد ممکن شکل مثلثی را در دوربین خودش زوم کرده تا این تصاویر را به طول 1 دقیقه ثبت کند. هرچند این شکل خیلی شبیه به پهپادهای نظامی است، اما از او هیچ صدای شنیده نشده که احتمال پهپاد بودنش رد شده است. این موجود نیست تا هنوز شناخته نشده است. روح پرنده. در سال 2017 یک شکل بزرگی در فضای یک بازار در کشور افریقایی زامبیا دیده شد. وقت این شکلی که شباهت زیاد به روح دارد داشت خودش را نزدیکتر میکرد، مردم محل از ترس آن فرار کردند. این روح آسمانی در حدود 104 متر طول و حدود 5 تا 6 دقیقه بر فضای بازار حضور داشته است. در ابتدا مردم فکر کردند که این پارچه ابر است که به این شکل در آمده، اما پس از دقایق او به صورت کاملا حساب شده شروع به حرکت کردن می کند که حتی رسانه‌های معتبر وجود و حرکت آن روح پرنده را تایید کردند، ولی تا هنوز هم علت ظهور این روح مشخص نشده است. حلقه سیاه. دختر 16 ساله انگلیسی به نام جورجینا در سال 2014 زمانی که می‌خواست برای بازی تنیس از خانه‌اش بیرون شود، ناگهان یک حلقه مرموز به رنگ سیاه را در آسمان خانه‌شان می‌بیند. او بلافاصله چند تصویر از این حلقه با موبایل خود گرفته تا اینکه پس از 4 دقیقه حلقه سیاه ناپدید می‌شود.
هرچند دانشمندان آن را پارچه دود می‌دانند، اما شواهد نشان می‌دهد که هیچ آتش سوزی در آن روزها در شهر صورت نگرفته بود تا دود تولید شود. دلیل وجود آن شکل هم تا هنوز روشن نیست. هشت پاهای آسمانی. شاید شما هم هشت پاها را دیده باشید، اما نه در آسمان. این شکل که خیلی شباهت به هشت پاها دارد، در سال 2015 مردم در ایالت اوکلاهومای امریکا آن را دیدند که از آسمان پایین میشد. این شی عجیب نه تنها پا بلکه بدن همشکل به هشت پا نیز داشته است. 2 روز پس از آن یک گردباد بزرگ نیز در همان منطقه صورت گرفت، ولی تا هنوز علت پیدا شدن آن هشت پا در آسمان اوکلاهومای امریکا کشف نشده است. صدای عجیب آسمانی. تا اینجا اشکال بصری یا فیزیکی را گفتم، اما گذشته از اینها در سال 2014 زنی در تگزاس امریکا این ویدیو را که حاوی صدای عجیبی که گویا از آسمان آمده است را ضبط کرده است. هرچند علت اصلی وجود این صدا تا هنوز مشخص نشده است، اما ناسا آن را صدای ناشی از برخورد الکتریسه هوا و باران شبیه به رعد و برق می‌داند. این بود 10 تا از چیزهای ناشناخته شده و مرموزی که در آسمان دیده و شنیده شده است. امیدوارم از تماشای آن لذت برده باشید. برای تماشای برنامه‌های بیشتر لطفاً کانال روز میدیا را سابسکرایب کنید.